یک شخص به نام میگل رسرپو بعد به خانه ماندن در یک موقع یا اینکه محله که ترک کرده شده بود کانالیزاسیا یافته در آنجا با زندگی کردن آغاز میکند. بله، خطا نفهمیده اید، کانالیزاسیا و این حادثه در کولومبیا رخ داده است. برای دستگیری تگمچه دوست داشتن را زیر کرده و به کانال ما ابونه شوید. میشل رسرپو با زن و سگش 22 سال می شود که در یک کانالیزاسیا ترک شده عمر به سر میبرند. بسیار معلوم نباشد هم او اینجا را یک چند تعدیلات کرده است. با زبان آسان فکر کنید که از سالهای 90 تا این جانب در یک کانالیزاسیا زندگی میکنید و این خیلی دلتنگ کننده است. شبها دهان کانالیزاسیا را با یک تخته محکم میکنند. در جای زیست آنها آینه نیلگون، تنوری گرم کنی، کتی خوب کنی و دیگر انجام های روزگار دیده می شود. اساساً جای به جای کردن این اشیاء را در این کانالیزاسیا که گشادیش 2 متر و بلندیش اگر 4 متر باشد نه آنقدر آسان بودگی است. ایگل برای زندگی خود اینجا را کافی می داند. آنها آنجا غیر قانونی زندگی می کنند و هر زمان حکومت می تواند آنها را از جا بیرون کند. طول 22 سال می شود که آنها را کسی از آنجا بیرون نکرد و مطمئنم که حکومت نیز از این خبر دارد. این کانالیزاسیا در شهر مدلین کولومبیا می باشد و این شهر با نفوس 2.2 میلیونش دوم شهر کلانترین کولومبیا به حساب می رود. میگل همه وقت نزد خانه اش را تازه کرده روبوچین می کند. در دنیا با مانند کانالیزاسیا یا اینکه باغ و خیابان ها بسیار آدم بیخانه زندگی میکند که صف آنها به 150 میلیون میرسد. مثال در ایالات متحده آمریکا و یا اینکه مصر آدمان بیخانه در جایهای زندگی میکنند که نظر به دیگران این جاها خیلی فرق میکنند. در پایتخت مصر قاهره 1 میلیون نفر مزارها را به خود همچون جای زیست قبول کردند. در ایالات متحده آمریکا نیز آدمان بیخانه تاخانه های ترک شده را جای زیست قبول کردند. نفوس آمریکا که 315 میلیون است و تقریبا 700,000 نفر بیخانه است و در کوچه ها زندگی میکنند. ریچارد 12 سال شد که اویله دار است و طول 2 سال می شود که در کانالیزاسیا در شهر لس آنجلس زندگانی میکند. ریچارد میگوید که در لس آنجلس از 12,000 نفر که بیخانه هستند 700 تاش به مثل آنها در کانالیزاسیا زندگی میکنند. از همه مشکلات قینترین در اینجا نرسیدن آفتاب می باشد و بارشات ها نیز به آنها خیلی ضرر کلان می رساند. اینک باز رسیدیم به پایان یک نوار دیگر. برای دستگیری تگمچه دوست داشتن را زیر کرده و به کانال ما ابونه شوید تا نوارهای آینده سر بلند و خانه آباد باشد.